باب رفع الیدین و اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع. دوستان عزیز اگر نشون بدن در این کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری از امام ابن حجر عسقلانی احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی، من شرحش هم کامل برای شما آوردم. حدیث شماره 705 از اخبرنا عبدالله قال اخبرنا یونس عن زهری اخبرنا صالح بن عبدالله عن عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیدم اذا قام فی الصلاة رفع یدیه، وقتی که نماز استاد میشد دستانش رو چی میکرد؟ بالا میکرد. حتی یکون حذو المنکبین، تا اینجا بلند میکرد، تا شانه هایش. درست است؟ و کان یفعل ذلك حین یکبر للرکوع، و این را در وقتی که به رکوع میرفت هم انجام میداد. و یفعل ذلك اذا رفع رأسه من رکوع، وقتی که از رکوع هم بلند میشد این را انجام میداد. و یقول سمع الله لمن حمده ولا یفعل ذلك فی السجود، و در سجده این کار را نمیکرد. این حدیث صحیح در بخاری از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده که میگه که من دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه تکبیر میگفتن. ببینید ما یک چیزی رو ببینید بعضی از علمای احناف میگن این در شروع نماز خواندن بوده است رفع الیدین. شما در حاشیه ابن عابدین کتب فقهی احناف هم ببینید در اونجا ذکر شده است، میگن که این در شروع نماز بوده است و بعداً منسوخ شده است و این حرف صحیح و دقیق نیست. بله گفتم این حرف صحیح نیست. میگوین که این منسوخ شده. این سنت است، انجام بدید. اگر انجام ندهید در نماز شما خلل ایجاد نمی شود. متوجه هستید؟ رفع الیدین را انجام دادنش یا انجام ندادنش در اصل نماز خللی ایجاد نمی کند. نماز حنفی به طریق حنفی هم بخوانید صحیح است، به این طریق هم بخوانید صحیح است، چون رفع الیدین جزء فروض و واجبات نماز نیست. یک مسئله مهمی رو که در اینجا خدمت شما بیان بکنم، گاهی اوقات ما در مسائل مذاهب مییم تعصب میکنیم، یعنی میگیم که اگر رفع الیدین کردی نمازت باطل است، یا طرف مقابل میاد اگر رفع الیدین نکردی نمازت باطل است. این غلط است. شما چه رفع الیدین بعد از رکوع کردید درست است، نکردیدم درست است، نمازتان اشکالی ندارد. درست جناب استاد. تو یک سوال داشتم که از شما که آیا حضرت لقمان و حضرت خضر علیه السلام پیامبر بودن؟ طبق رای اکثر علما بله پیامبر بودن.